من بابای امام علی عینویه 5 پیسر گفتنی اومده هستم در فدراسیون روسیه 4 سال شده است که پیسر من نه یگان خط خبر نیست 2016 سال مای نویبر این همین فدراسیون روسیه به اومدم گفتم اومدم 4 ماه میکنم بچه 4 ماه میکنم بچه یعنی که دنیاش اخیر اینا یافتیم و چی میگم روبرو نشدید روبرو نمیمونه شدن دست یک زنک به روبرو شدنی نمیمونه در خانه زنگ نزده است 4 سال شد در خانه زنگ نمیزنه سومم رو نمیکنه یگان دخترچه‌اش کتی گرم نمیزنه آیلش کتی گرم نمیزنه آشش کتی گرم نمیزنه اینه پسرچه من چیش پاسپورتی پسر پاسپورت پسر با همین پاسپورت سفر کرده با همون پاسپورت کتی سفر کرده گیست و چی نه اینه دخترچه‌اش اینه دختری کلونیا دختری مایدکی شاید و خطی مامان شد نه تیم اولیش اینه دخترچه کلونیش این مایدکی این کلون این کلونیش چند سال هم کودکو کودکو 6 ساله و 3 ساله 4 سال باز پدر دیگه نیست می 4 سال شد پدر دیگه نیست این همه اویلمونه این رسمای اویلوی رسمای اویلوی اونجا دادرش هسته اوچش اویلش تماما خیلی پسر بچه کنید این خیلی پسر بچه همینه من هم پسر بچه زیبو پسر بچه شما تولد چند است؟ 89 تولدش این رسم همین زنی که با همین با فکر شما و پسر شما 4 سال با زندگی میکنه نامش اکسانا اکسانا نام داره کراساتا همین با فکر شما در کدام ناحیه روسیه زندگی میکنه اما ناحیه تверская область город Ржев поселка высокий название поселка высокий هم فرزند داره وای چی است؟ این پسری مایدکی زایالی بودگی با افغان پسری مایدکی شما هم در روسیه موجود در همین روسیه آمدگی این مراجعت نمونده است به ارگان‌های داخلی روسیه در خواهش میگوید که پیدا کردن برادری وای عریضه نوشته بوده است یعنی کمتر نقل کنید نسبت اون که وقتی شما دریافت کنید آدرس و سفارت تاجیکستان هم بفکر من شما رفته بودید و سفارت تاجیکستان هم ماه نویبر اومدن رفتم ماه دکبر 24 نویبر اومدن بودم خیلی ماه دکبر سرشوی دکبر و اینها گفتن که ما دستمون یکان کار نمیآید سفارت رفتم که گفت این خیلی قریب 30% تاجیکستان هم خیلی شده گشته کارمندان سفارت گفتن خیلی بچه ها بسیارن ما خیلی از زیادش رفتگیان سیر رفتگیان طولی وقت افغانستان انا همون برایم که من میترسم که با بچه من هم خیلی طرف هایم سیر نرفته برای هر نمازتون دعا خانه نسبتی پوتین در هر نماز دعا خانید اگر که پوتین 30 اکتبر 2015 قوای مسلح خودش نمیبرد و شرقای خودش نمیداد این روز تمام تاجیکستان جوانا در همونجا بودن همین روسیه پول مانند شما از زن و مردا بودن کفتگوی فرزنده بودن این مردی بزرگ کرد این رو در اویله ها گیره که نالای پدر و مادران کم شد این خیلی پوتین کرد اویله این نبود که خواهشمند کده که مایده با اون بسیر سفر بداشت اما در ترس بودن بعد چکل شما خیسته با روسیه آمدید یا گاو گساله دارم فروخت ما مالا زندگی فرزنده و گاو گساله در هواپیمان تاجیکستان رفت هم خیلی خودتون در یک مکان زندگی میکنید در ناحیه 5 در ناحیه 5 زندگی خیلی دشوار در اونجا خدا را شکر میشود چیکار کنیم خدا را شکر میشود مقصد شما بردن فرزند مقصد من بردن فرزند برام نواسان بینه آدلش گیره میکنند و کلی ند چه بروز گیره نکنید دعوتی ما باید همه طرف فکر جوانو را کند همه طرف باید کند
نه بلکه یک اویله دنگار است. خود حکومت هم دنگار است برای برآمدن بچه‌ها رفتن. و یک اویله که فقط از اویله پرسیم اویله هیچ نیتی در حکومت عاقبت ملت هم که پراکنده شده میرود. مثلا با یک زنی روسی که به تولدش اگر ما اینجا نگاه کنیم از 50 بالا است. این پسر بچه را آوردک برای چی؟ برای خود. این نفسی همین زن است. تمام این پسر بچه حتی جنای ما هم هستن امروز. حتی جنای ما که ما میدونیم با همین زنای کلانسول دولت اروپایی امروزه خواب و خیز میکنه از پدر و مادر خود از مادرای خود فراموش کرده گیرن. شما گپی درسته که سفارت هم بیچاره گفت که 30% ملت بر مادر رفت. انا پروگرام جوانای امروزی تاجیکستان. گردون از 30% جوانان تاجیکستان. فهمونا چی میشه. شما رفتیم در خانه در آمدید خبردار شدید که پسرتون در داخلی همون خانه در نایه همون نایه حساب میکنه باسیتیه رجوع و آخری این زن با فرزند شما رو نموندن فقط میگه که نه ما شما با نمیتونیم این پسر ما شما با نمیتونیم میگه مرا پاسپورتی بچه تا تیم من فقط پاسپورتی بچه ما طلب کنم من چیکار کنم یکی از خبرها بود که پسر شما را با یاردم برادر مدرکش آورده در اپراولین کارهای داخلی یک مدت 2 روز یک شب محکم شد با سبب یافتن و که از دست همین زن گرفته حتی بعدتر این پسر از اونجا همین زن برآورد دیگه باز هم رو بردگی است این پسری مایدکی گفتگی که مو عدل ملی سباقی گاو زدگی که خما حق حقوقتا میتمو یا امیرا دیپورت کنیم برا با تاجیکستان و تا این روزگاه موجود نداره چرا کارمند حکومت روسیه اینو جواب داد این خودش در دیپارت است دیگه جواب دادن اصلا اونا باید بردن از اسپیسپرینگ محکمه کنن اینا حتی بانی خود چه خیلی گام میزنین یک گражданский брак این نداره زاکس نداره زاکس برام کم من طلب کردم پاسپورت طلب کرد ما ندادیم شما هم اشتراک داشتین نمورده من خودم اونجا بودم یکم من خودم این به نزدیکی شد این کار اینم روزی بعد از 4 ماه پیدا شد جایی که شما گفتید اومدید ولی تمام مالکیت خونه را فروختن و گاو و سوار را فروختن آمدن این همسایه این من گفت که های تو تاکسی زده استی بیا برای من بچه هم بیاورم ما هر دو ما رفتیم من تیرسکه اوبلوس برد رژه یافتم من خونه را این زنه گفت که да, мне дома, Назир дома. Ну, короче, я не сдам его. Я не сдам. Назира я не сдам. Короче, мы говорим, короче, посольство обратиться к ним, все равно мы мьёвым говорим. И говорю, если ты посольство, я ваш номер машины знаю, уже я записался. Я с вами по-другому разговариваю. Сообщаю полиции, да, полиция. Да, вот вас хочу пугаться. Я не ребенок. Куда хочешь, иди там жалуйся, розыск подашь. Эта машина. Я не преступник, я никого не... مثلا شما سفارت بودید در کارهای داخلی روسیه بودید در خود تیر در کارهای داخلی بودید با این زن شدین چی باید کرد آینده چیکار کنیم آخه این نوید هر سحر نفسهان بابا جون که دادا جون رو میبیارم نبیارتون میگه نبیارم و دلی جگر هم شده گه رسمای پدر رو میگیرن فقط بابا جون پدر ما رو بیارم که خواهیش رفتم دارید بطفیر من یک گوهی میکنم از خودم شما خفه نشویدون بدی به فرزند شما نمیخوام هرچند از روی قانون هم نمیشه موافق قانون هر یک شخص 18 رسیده است و میتوند از طرف خود زندگی خودش پیش بره لیکن ما همچون از طرف خود همچون ما با خود با شما که همسال ما هم همونش دیگه همچون یک شخصی که در قسمی حیات اثر گذراندگی از بابا و از پدرای خود و یک مصلحت در بدن شما هم با زن و با فرزند شما من میگذرونم در بدن شما در تیر همین روز شما معین کنید و در کدام حالتی نباشه دیده میبریم فرزند همراه شما میماند در حالتی در همین زن هم اگر خواهد ماندنی وای از اشکی آب دیده شما از گریه شما علامای فرزند
همین فرزند من مجبور میکنم برده دست به سپرانی محکم میکنم از روی شکستن قانون روسیه. از اونجا با سفر به وطن میکند اون طرف اگر خدای تعالی راضی باشد با همون اویله پیشینه با هم فرزندو ممکن روی زندگی رو یه بوده دیگه بار روسیه نکرد. وقت اون درست کنید.